هدف نداشته باشیم. خب بعد از اینکه ارائهاتون رو دادید دوباره برمیگردیم تو این مبحث، دیپتر پیش میریم، بهتر یاد میگیریم و اوورویو بهتری خدمتتون ارائه میشه. من صفحه‌مو شیر کنم. صفحه‌مو داریم؟ خب این ارائه رو حالا من قبلا آماده کرده بودم، یکی دو جا هم چیز کردم، یکی دو جا هم تا الان ارائهش دادم، ولی حالا این تو این بحثی کلاسمون هم بهش مربوطه. امروز هم پیش میریم. حالا گفتم دیگه قراره که دوباره برگردیم به این مبحث کانتینر و ویژوالایزیشن و اینا، ولی خب فعلا واسه اینکه تایمون از دست نره یه بخششو با هم دیگه مرور. تایتل ارائهمون درباره دیپ دایو اینتو کانتینرز، یعنی میخوایم بیشتر با کانتینر آشنا شیم، ببینم چیکار میکنن، چجوری کار میکنن. اینو هم ببندم. خب یه اووروی کلی از تکنولوژیایی که داریم واسه کانتینرها، پاتمن، داکر، رانسی، سیران، کوبرنتیز، کانتینر دی، سیرایو و همه این. اولین سوالی که همیشه مطرحه واسه ما درباره کانتینر حرف میزنیم اینه که داکر. خب اولین چیزی که همیشه جلو چشم میاد داکر. خب بعد همیشه همین اشتباه گرفته میشه که این دوتا رو به جای هم استفاده میکنن، یعنی واقعا فکر میکنن کانتینر فقط داکره و داکر فقط کانتینره. واقعا اینجوری نیست. فقط چون که اون داکر پیشرو بود، اول اومد اینو معرفی کرد، یعنی اولین بار واسه کاربرا یوزبلش کرد، به راحتی بتونن ازش استفاده کنن، با یک کامند کانتینر بسازن و اینا، باعث شد که این خیلی بولد بشه، خیلی سر زبونا بیاد، خیلی بیشتر شناخته شده شه. ولی خب کانتینرها بودن از قبل، یعنی قبلا تو کرنل لینوکس خیلی قبل‌تر پیاده سازی شده بودن و کانتینر صرفا چیزی نیستش که داکر آورده باشدش. ولی خب گفتم دیگه به خاطر اینکه اون داکر اومد اینو استارتش رو زد، یوزر فرندیش کرد، کلا این انقلاب دیوابس تا حدود خیلی 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 زیادش مربوط به مدیون به داکره، به خاطر اینکه کانتینرها واسه ما خیلی یوزبل. وقتی داریم درباره کانتینر حرف میزنیم درباره چی حرف میزنیم؟ خب من ببخشید من اینجوری بلد نیستم، من معمولا اینو باز میکنم و دو طرفه پیش میرم. اگه دیسترکشن واسهتون ایجاد میکنه ببخشید، ولی اونجوری من انگار دستام بسته است. خب ما چی داشتیم؟ ما قدیم یه سرور بزرگ داشتیم، یه برمتال، خب یه باکس، سی پی یو داشت، مموری داشت، دیسک داشت، کارت شبکه داشت، خب که باهاش میتونیم استفاده کنیم. این مثلا خیلی بزرگ بود، اومدن دیدن خب ما بخوایم اینو فقط یه اپلیکیشن روش نصب کنیم خیلی از منابعمون هدر میره. یه سری اون موقع ها اومدن روش کارهایی انجام دادن، نمیدونم اومده بودن یه سری ریسورس شیر گذاشته بودن، بعد یه سری مادربرد به صورت کشویی میرفتن وصل میشدن، از اونش مثلا پاور و اینا استفاده میکردن. مثلا ایده‌ای اینجوری زدن و در واقع ایده‌ای که خیلی باب بود و استفاده میشد ویرچوالایزیشن بود. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه من بیام این برمتالمو به قطعات کوچکتری بشکنم، هر کدوم از این قطعات سی پی یو مموری خودشون رو داشته باشن، ولی همشون روی سخت افزار باشن اما از همدیگه ایزوله و مثل اینکه شما مثلا یه برمتال با 100 کور سی پی یو رو تقسیم کردید به 10 تا ماشین مجازی ایزوله با 10 کور سی پی یو. خب چی شد؟ ما این چیز بزرگ داشتیم که اگه می‌خواستیم همه برنامه‌ها رو بیاریم روش بذاریم، این برنامه با هم دیگه کاپتیمی شدن، مصرف منابعشون اصلا ایزوله نبود، فایلاشون اصلا ایزوله نبود و اینا، همه چی خیلی نامرتب. وی ام ها رو معرفی کردن، ویرچوال ماشین.
گفتن چی؟ ما میایم اینو میشکونیم، ریسورس های اختصاصی هر وی ام بهش میدیم تا بتونه که اینو پیش ببره، کار بکنه و پیش بره. خب فقط داستان کجا بود؟ این بیر متاله خب روش هایپروایزر نصب میشد. من می‌نویسم HP هایپروایزر اونش بیه اشتباه. دو مدل هایپروایزر داشتیم ما، تایپ 1 داریم، تایپ 2. خب تایپ 1 دقیقاً میاد میشه رو نرم سخت افزار شما، یعنی به صورت دایرکتی میاد اون ویژوالایزیشن انجام میده. خب مثل چی؟ مثل ESXi. شما وقتی ESXi میخواید نصب کنید، خود ESXi رو میاد نصب میکنید روی بیر متالتون. خب یه مدل 2 هم داشتیم مثل KVM. چجوری بود؟ شما میاد لینوکستون رو نصب میکنید، این واسه خودش یه لینوکسی داره کار میکنید، تو این استوش بزنید باهاش هر کاری بکنید. خب یه ماژول کرنلی و یه سری تکنولوژی‌های دیگه میاد روش نصب میشه، خب که شما میتونید روش ماشین مجازی بسازید. این تکنولوژی‌ها چی ان؟ KVM ان، کمو ان، لیبیرتن و اینا. حالا اینا همش تکنولوژی نیستن ولی خب ترکیب اینا ماشین مجازی. پس فهمیدیم ماشین مجازی چیه. اومدیم یه ریسورس گنده رو کوچولو کردیم، دادیم واسه یوز کیس های مختلف که اینا از هم دیگه ایزوله باشن، با هم قاطی نشن، مصرف منابعشون رو هم دیگه تاثیر نذاره. یکم که جلوتر اومدیم خب دیدیم که یه مشکلی هست. ما اینجا این پایین کرنل داریم. خب شما هر تایپ 1 تایپ 2 نصب کنید فرق نداره، بالاخره یه کرنلی دارن. خب این ماشینای مجازی هم چون خودشون مستقلن، خودشون اصلا فکر میکنن یه ماشینن فقط تو دنیا وجود دارن، اینا هم کرنل دارن. خب یه سری لایبرری دیگه هم دارن، مثلا SSH ما اینجا هم داریم، اینجا هم داریم. اگه یه سری چیزایی که مثلا بین اینا شرط بود خیلی زیاد بود، مثلا کرنل بین همشون شرط بود و اینا جو 2 تا کرنل بالا می آوردن. یعنی شما اینجا اگه می‌خواستی مثلا 2 کور سی پی یو 2 گیگ واسه کرنل بذاری کنار، به صورت مثلا همین چیزی. خب رو هر کدوم از این ماشینا هم باید این 2 کور 2 گیگ رو کنار می‌ذاشتی واسه کرنل، چون کرنل‌های مستقلی داشت. خب من یه چیزی معرفی کردم به اسم کانتینرها. خب ما واسه چی ماشین مجازی ایجاد کردیم؟ ایزولوشن که از هم دیگه ایزوله باشن، مصرف منابع رو هم دیگه تاثیر نذاره. دو تا فکت کلیه که باعث ایجاد ماشین مجازی شد. خب ما میایم اینو یه جوری تو کرنل لینوکس پاسخ میدیم بهش. خب ولی چی بشه؟ ولی لازم نباشه کرنل جدا روش نصب کنیم. چی شد؟ اگه شما 10 تا ماشین مجازی داشتید با 2 کور 2 گیگ محو شد. این مقدار ریسورس یهو واسه ما یوزبل میشد. خب این بحث چی بود؟ کانتینرها بودن. کانتینر چی میگه؟ میگه من یه لینوکس اینجا دارم، یه کرنل داره، یه گنو لینوکس ده، هر چی داره، یه او اس. خب من میام رو این کانتینرها قرار میدم. خب شما اگه اینو ماشین مجازی در نظر بگیرید، این باکس رو، خب اینو کانتینر، چرا عوض نشد؟ اینو کانتینر، ما تو ماشین مجازی اینجا کرنل داریم، روش اپ داریم. ما تو کانتینر این کرنل رو نداریم، کل ریسورسمون اپه، فقط اپ ها میان کانتینری میشن و اجرا میشن. خب حالا اینجا چی شد؟ ما یه لینوکس داریم، یه کرنل داره اینجا. خب این کرنل شیرده، همه این اپ ها از همون کرنل شیرد استفاده میکنن، ولی هم فایل سیستمشون از هم ایزوله هست، یعنی با هم دیگه فایل سیستم به فایل های هم دسترسی ندارن مگر اینکه خود ما اجازه داشته باشیم. هم مصرف منابعشون بر اساس این لینوکس یه محدودیتی روش گذاشته میشه که بیشتر از اون نتونن استفاده کنن. خب برگردیم به ارائه. فهمیدیم کانتینر چیه. کانتینر اومد اون دو تا چیزی که تو ذهنمون بود واسه اینکه اپلیکیشن از هم دیگه ایزوله رام بشن اومد اینو معرفی کرد. خب گفتش هم من فایل سیستم ایزوله به تو میدم، هم ریسورس های لیمیت شده واسه قرار میدم. خب حالا این دو تا ویژگی رو بر اساس دو تا ویژگی رو کرنل لینوکس اومد تونست اینا رو بده. خب یکیش سی گروپه، یکیش نیم اسپیسه. اون داستانی که فایل با هم قاطی نشن و فایل سیستم مجزایی داشته باشن تو نیم اسپیس هندل میشه. این داستانی که بتونن از هم دیگه ریسورساشون رو هم دیگه تاثیر نذاره تو سی گروپ. خب
که حالا اینا رو بعدا من بیشتر دیپ میشیم و بیشتر در بهش صحبت میکنیم تو ارائه بعدی که ما قرار خدمتتونه. ولی الان ما نمیخوایم درباره این که سی گروپ چیه، نیم اسپیس چیه، اینا چجوری کار میکنن، چجوری میشه داکر کانتینر ساخت صحبت کنیم. نه درباره این که خب حالا تو کرنل لینوکس اینا چجوری پیاده سازی شدن و ما چجوری ازشون استفاده میکنیم صحبت. ما میخوایم درباره یه مفهوم دیگه صحبت کنیم. کانتینر ران تایم ها. خب کانتینر ران تایم ها چی هن؟ ما سری ابزار داریم که واقعا اون کانتینرهای ما رو ران میکنه، قابل استفاده میکنه، میاد اینو اکزیکیوت میکنه، اون منابع رو بهش تخصیص میده. همه اون کارهایی که میگم با سی گروپ و نیم اسپیس انجام بدی، اینا رو همش رو میاد کانتینر ران تایم انجام. ما حالا 3 تا کانتینر ران تایم اینجا اس بردم، کانتینر دی، CRIO و LXC. ولی اگه دقت کنید اینجا چیزی از داکر من نیاوردم. داکر در واقع به صورت خیلی تکنیکال بخوایم صحبت کنیم کانتینر ران تایم نیست. خب داکر یه پلتفرمیه که اومده همه کارا رو، مثلا نگهداری ایمیج، ساخت والیوم، پابلیش کردن پورتا، ساخت کانتینرها، دیگه چی دیگه، مثلا اون ابزاری که به شما میده واسه بیلد کردن ایمیج ها. خب همه اینا رو اومده توی پلتفرم به شما ارائه داده به اسم داکر. خب ولی در واقع داکر رو کانتینر ران تایم نیست، یعنی خودش نمیتونه کانتینر استارت بزنه، متکی به یه چیز دیگه است که واسش کانتینر رو ران بکنه، فقط کانتینر. اون چیه؟ اون کانتینر دیگه. خب به صورت دیفالت داکر میاد واسه ران کردن ایمیج هاش، واسه اینکه بخواد یه کانتینر ایجاد کنه از یه کانتینر ران تایم استفاده میکنه به اسم کانتینر. خب کانتینر کارش چیه؟ کانتینر در واقع کار اصلیش همونه که بیاد اون کانتینر شما رو استارت بزنه. خب نیم اسپیس ها رو به یه طریقی بگه بسازن، سی گروپ ها رو به یه طریقی بگه ایجاد بکنه، اکزیکیوت بکنه اون ایمیج داکر شما، ایمیج کانتینر شما. از اون طرف بیاد لایه‌ای که شما بتونید روش رایتبل ایجاد بکنید اونو بسازه و بتونید شما انجام. خب یعنی اگه بخوایم شکلی توضیح بدیم، ببخشید من جای بی ربطی رفتم. شما کل سفر رو ندید. اگه بخوایم اینجوری شکلی توضیح بدیم، خب این اگه پلتفرم کلی داکر باشه، داکر البته آبیه، بذار آبی بکشیم، این داکر باشه کل داکر. خب ما اینجا داکر CLI داریم، ما اینجا داکر انجین رو داریم، ما اینجا کانتینر دی رو داریم، ما اینجا ببینم کانتینر دی رانسی استفاده میکرد یا سیرا؟ رانسیه. خب اینجا رانسی رو داریم. خب هر کدوم از اینا، ببینید ما تو دنیای لینوکس، دیوآپس، داکر، دیوآپس، همه اینا ما خیلی این ساختار لایه‌ای رو می‌بینیم، یعنی تقریبا همه جا هست، از TCP/IP هست تا کوبرنتیس. خب اینجا هم همونه. یه CLI داریم که کامندای ما رو اجرا میکنه، یه انجین داریم که کارهای مختلفی انجام میده، ایمیج‌ها رو مدیریت میکنه، ایمیج‌ها رو بیلد میکنه. یه کانتینر دی داریم که واقعا داره کانتینر ما رو ران میکنه، ایمیج‌ها رو میگیره میاره بالا میاره و اینا. یه رانسی داریم که اون ایمپلیمنتیشن سمت کرنلشه. خب سی گروپو بساز، نیم اسپیس رو بساز و واقعا تو اون سطح کرنل اینا رو داره لایبرری رانسی انجام. خب پس ما فهمیدیم که تا الان داستان داکر و کانتینر دی و این داستانا چی. خب یه چیزی هم داریم اسم CRI، کانتینر ران تایم اینترفیس، خب که جلوتر بهش میرسیم. این کانتینر دی رو در واقع داکر ایجاد کرده و دونیتش کرده به دنیای نرم افزار آزاد، یعنی گفته که من اینو ساختم، حالا بیایم هممون ازش استفاده. حالا ما یه چیز دیگه هم داریم اسم CRIO که بیشتر توی رد هتیا شما بیشتر میبینیدش و اینا، پادمن از این استفاده میکنه، اوپن شیفت رد هت از این استفاده میکنه. داره پادمن هم داستانش همین شکلیه ها، یعنی همون جوری که واسه داکر گفتیم
اینجوریه. دوباره پادمن هم یه CLI که میاد این بالا قرار میگیره، دوباره مثلا CRIO میاد زیرش قرار میگیره، کارا رو انجام میده. همینجوری مپ میشه. اونم فکر کنم رانسی استفاده میکنه اگه اشتباه نکنم، تو لایه خیلی زیری. اینم معماریه که حالا داکر داره دیگه. داکر CLI داره، داکر دیمن، داکر انجین داره، کانتینر دی داره، رانسی داره. حالا قبلا کانتینر دی وجود نداشت، اینجوری بود. داکر CLI بود، داکر دیمن بود، پایینش الیکسی بود. خب الیکسی قدیمی ترین کانتینریه که اومده ایجاد شده، یعنی قدیمی ترین تکنولوژی که شما میتونید باش کانتینر بسازی الیکسی. ولی خب به دلایل مختلفی نتونه زیاد محبوب بشه. لایت ویت نبود، سنگین بود، کرنل جدا واسه خودش بالا می آورد، از اینجور چیزا زیاد نتونست چیز بشه. هنوزم بعضی جا استفاده میشه، ولی خب تو دنیای دیوآپس، اون جایی که ما می‌خواستیم بریم اپلیکیشنمون رو دیپلوی کنیم، الیکسی جایی نداشت. حالا ما یه سری استاندارد داریم تو حوزه این کانتینر ران تایم. خب یکی از استانداردها OS، ببخشید من یه CLI داریم به یه کانتینر، یه استاندارد داریم به اسم OSI. خب این استاندارد چی میگه؟ از یه جایی به بعد همه اون کسایی که می‌خواستن تکنولوژی کانتینر رو توسعه بدن، مثل داکر، مثل رد، مثل گوگل، هر کسی دیگه، همه اینا تو دست داشتن تو کانتینر. من گفتم بیایم یه استانداردی تعریف کنیم، خب که ما بیایم اینا رو با هم یکی کنیم. خب یعنی چی؟ یعنی شما اگه مثلا یه ایمیجی با داکر ساختین، ایمیج رو بتونید بیایید با پادمن ران کنید. خب یا یه ایمیجی رو با CRIO بیلد گرفتید، با پادمن بیلد گرفتید، اون بیلدیکسش بتونید بیایید با داکر ران کنید. خب یه سری استانداردها گذاشتم که حالا مثلا OSI یکی از اون استاندارد هست که میتونه اینو بگه که مثلا ایمیجا چجوری رانش کنیم و اینا، که بتونه اینا با هم دیگه شیر بشه. یعنی هم ران تایم اومده استاندارد کرده، هم ساخت ایمیجا رو، که دو تا مبحث اصلی هم تو داکر. به خاطر همینه که ما میتونیم مثلا یه ایمیج رو با داکر بیلد کنیم، ببریم با پادمن اجرا کنیم. یا اصلا شما این کلاستر کوبرنتیز دارید، یه سری ایمیجات رو میارید با داکر بیلد میکنید، پوش میکنید تو رجیستریتون، ولی از اون طرف مثلا با CRIO روی رد هات و اوپن شیفت میاد اینا رو ران میکنید. یه چیز دیگه هم داریم به اسم CRI از چیز اومد، از کوبرنتیز اومد. خب واسه اینکه همه این کانتینر ران تایما بتونن با کوبرنتیز اینتگریت بشن و کوبرنتیز بتونه از اینا استفاده کنه، پادی که میخواد بالا بیاره فرقی نداشته باشه واسش که اون زیرش CRIO کانتینر دیه یا حتی خود داکر شیم قدیمیه که اینا بتونن با هم دیگه کار کنن. اومد یه استانداردی ساخت مثلا CRI چی میگه؟ CRI میگه که اگه من یه کلاستر کوبرنتیزم، این کیوبلته، خب این کیوبلت یکی از اجزای کلاستر کوبرنتیز قرار بهش برسیم، من اگه میخوام یه کانتینر ران کنم، خب یه سری API ها از اون کانتینر ران تایم کال میکنم که اینو واسه من ایجاد بکنه. خب این استاندارد رو بهش میگن CRI، که من بتونم این کانتینر ران تایم رو هرچی خواستم اون زیر برم بزنم، فرقی نمیکنه که چی بشه. بریم سراغ ادامه ماجرا. پس فهمیدیم CRI هم چیه دیگه. یه استانداردی اومده کوبرنتیز گذاشته واسه اینکه بگه آقا کانتینر ران تایماتون که ایجاد میکنید این شکلی بسازید، من بتونم باهاشون کار کنم، API ازشون کار کنم. خب یه بحثی قدیمی ترا یادشونه، یهو اومد گفت کوبرنتیز گفتش که من دیگه از داکر پشتیبانی نمیکنم. داستان چی بود؟ این اسپسیفیک CRI که اومده و گذاشته بود، خب خود داکر چیزه، داکر پلتفرمه که این شکلی باشه، کجا رفت؟ این داکر پلتفرمه باشه. خب کل این با اون همخونی نداشت، یعنی اینجوری کار نمیکرد، یا اون لگاسی مدلش با اینجوری کار نمیکرد. مجبور شدم بیان یه لایه رو این بذارن، یه رپر به اسم داکرشی
که بتونن، چون داکر ما خیلی محبوب بود، بتونن تو کوبرنتیز ازش استفاده کنن. ولی بعد این مدت که خود کوبرنتیز بزرگ شد و حالا پرپا گرفت و اینا، گفتش که من دیگه از داکر پشتیبانی نمی‌کنم. خب ولی در واقع شما چیز خاصی احساس نکردید، چون قبلش خود داکر اومده بود این کانتینر دیگه رو ساخته بود، یعنی یه چند سال قبل. کوبرنتیز گفت به جای اینکه من با داکر صحبت کنم با کانتینر دی صحبت میکنم، یعنی یه سری لایه ها رو گذاشت کنار. این هم داستان داکر شیم و اون قصه ای که ایجاد شد، همه خوف کرده بودن دیگه کوبرنتیز از چیز استفاده نمیکنه. این هم یه شکل کلیه که میدونیم که CRI چجوری کار میکنه. شما اگه اینجا داکر رو دارید، اون داکر رو دارید، خب داکر به کانتینر دی وصل میشد، اون وصل میشد به یه رانسی که اون واقعا میومد کانتینر رو ایجاد میکرد. خب وقتی کوبرنتیز دارید، این CRI رو داریم، کانتینر ران تایم اینترفیس، همون چیزی که گفتم یه اسپسیفیکیشن، این وصل میشه حالا به هر جا، کانتینر دی CRI. خب اونا میرن دوباره رانسی رو کار میکنن و کانتینر رو ایجاد میکنن، یعنی مطلب خاصی نیست، فقط این لایه‌ای شد. ما حالا اونجا گفتم که سیران داریم، رانسی داریم و اینا. خب اینا اغلبشون دارن از رانسی استفاده میکنن. رانسی با چیز فکر کنم نوشته شده، یه لحظه ببینم، مهندس با گوه، سیران با گوه یا رانسی با گو بود، نه بخش رانسی با گو نوشته شد. رانسی با گو دیولپ شده و داره کار میکنه و هنوز خیلی ها دارن ازش استفاده میکنن. حالا یه آلترناتیو دیگه ای هم واسه این هست به اسم سیران. سیران اومده واقعا با سی نوشته شده، از رد هت هم به وجود اومده، یعنی رد هت اومده اولی ما اینو اجرا کردیم، سریعتر از رانسیه، ولی خب همچنان محبوب ترین لو لول کانتینر ران تایم ما رانسیه، هنوز خیلی از اون است. ولی خب سیران هم شما میتونید بدون هیچ درد و خونریزی سیران رو بیاد جایگزین رانسی کنید تو اپلیکیشن داکر و حالا کلاس کوبرنتیس ده، به خاطر اون ساختار لایه‌ای و اون استانداردهایی هم که قبلا گفتیم بهتون، هیچ داستان ایجاد نمیشه. یه دونه دیگه هم داره، رانسی اس رانس، ببخش معذرت، که به اسم جی ویژر خیلی شناخته میشه. خب اینو گوگل اومده توسعه داده واسه محیط‌های سند باکس. خب این خیلی سکیوریتیش بالاتر از بقیه است، خیلی رو اون بحث نیم اسپیس های فایل سیستمش کار شده که اینکه خیلی بتونه یه محیط سند باکس واسه شما ایجاد بکنه که بقیه نتونن استفاده. شما الان میرید چیز میسازید، اگه با گوگل کلود کار کرده باشید، کوبرنتیز انجینش رو کار کرده باشید، اون داره از این ران تایم استفاده میکنه، ولی خب همچنان شما موضوعی رو متوجه نمیشید به خاطر اون ساختار لایه‌ای. حالا من یه مقاله‌ای هم پیدا کرده بودم اون موقعی که داشت اینا رو با هم دیگه بررسی میکرد که حالا مثلا کدومش، این از الان کانتینر دی با رانسی، این کانتینر دی با رانسی اس، این CRI با رانسی، CRI با رانسی اس یا همون جی بیش، که اومده از لحاظ چیزهای مختلفی بنچمارک گرفته و اینا رو با هم دیگه مقایسه کرده. یه مقاله که حالا مثلا میتونی شما واسه معماری‌های مختلف بدونی که چی استفاده می‌کنی، چی واسط مهمه، کانتینر دی استفاده کنم، CRI استفاده کنم، رانسی اس استفاده کنم، رانسی یا سیران، اینا رو با هم دیگه بنچمارک کرد. حالا من لینکش هم تو گروه میذارم که اگه خواستید استفاده کنید. لیتنسی هاشون و اینکه مموری چجوری حرکت میکنن، سی پی یو چجوری حرکت میکنن و ایناست. اینا حالا یه سری مقایسه است که من میفرستم توی گروه. رفرنس ها هم که حالا هست دیگه، من حالا اینو باهاتون شیر میکنم اگه دوست داشتید که یه بار دیگه استفاده مرور کنید. ولی کل این ارائه ما کلا حرفمون چی بود؟ ما داکر داریم، کانتینر دی داریم، پادمن داریم، CRI داریم، چه میدونم جی ویژر داریم، کوبرنتیز داریم. اینا چه جوریه که با هم دیگه کار میکنن ولی به مشکل نمیخوان؟ کل آورده این ارائه این بود که اینا با هم دیگه کار میکنن به خاطر اینکه یه سری استاندارد وجود داره به اسم OCR که ما بتونیم کانتینرها هم ران تایم اون استاندارده، هم ایمیج اون استاندارد، و یه ساختار لایه‌ای هم داریم واسه کانتینر ران تایممون. خیلی لو لول داریم، یه لایه بالاتر از اون، یه لایه بالاتر از اون، که این لایه ها باعث میشن که هر کی کار خودش انجام بده و به راحتی قابل جایگزین باشه. همون
ویژگی که واسه OSI لیر و TCP/IP لیر گفتیم که خب اینا لایه‌ای ان، شما میتونید تو هر لایه چیزی اضافه کنید بدون اینکه لایه‌های بقیه فرق کنه. همینجا هم ست میکنه به خاطر ساختار لایه‌ای که وجود داره. یه تکنولوژی کانتینر ارکستریشن داریم که حالا بعداً بهشون میرسیم که چرا ایجاد شدن، چرا کار میکنن، چجوری کار میکنن. پایینترش کانتینر ران تایم های های لول یا حالا انجین هایی که ما واسهشون میگیم کانتینرها ران میکنیم قرار داره. کانتینر ران تایم اینترفیس بیشتر لایه نیست، بیشتر اسپسیفیکیشنه که شما میگی که مثلا این استاندارد منه، با این وضعیت من میخوام کانتینر ران تایم اجرا کنم. همونطور که میدونید مثلا نکنید داکر مستقیم میاد وصل میشه به کانتینر دی، کوبرنتیز مستقیم وصل میشه به کانتینر دی. چرا؟ چون CRI اون اینترفیس CRI رو داره. حالا اونجا CRI او رو ما داریم دوباره، ولی اینجا یه شکله، یه جاییش حالا ممکنه به اشتباهتون بندازه. اینجا که فلش کشیده به کانتینر ران تایم اینترفیس، منظورش اینه که کوبرنتیز از این استفاده میکنه، وگرنه اگه بخواد با کانتینر دی هم استفاده کنه دوباره از همین اسپسیفیکیشن استفاده میکنه، با کانتینر دی صحبت میکنه. یعنی اینکه بایپاس نمیشه، ولی خب لایه هم نیست، بیشتر یه قوانینیه که شما بتونید چجوری با هم حرف کنید. این API کار کردم این کارو بکن، اینجوری. دوباره LXD رو ما داریم، همونجوری که گفتیم اون چیزی که اولین بار اومد ایجاد شد ولی خب زیاد محبوب نشد، اون مستقیم با LXD کار میکنه، با هیچ کدوم از اینا کاری نداره، واسه خودشه، داره یه کار دیگه انجام میده، کلا یه دسته دیگه از کانتینران واسه کارهایی که مثلا شما یه کرنل لایت وی نیاز داری یا مثلا چیز دیگه نیاز داری ازش استفاده کنی. یکم شبیه ماشین مجازیه ولی خب یه فرقایی هم داره. اون OSI هم که اون پایین هستم که دوباره استاندارد دیگه، واسه اینکه شما بیاید بدونید چجوری ایمیج هاتون رو و ران تایم هاتون رو استاندارد کنید که همه بتونن ازش استفاده بکنن. اون ته ده هم که دوباره ما نیم اسپیس ها رو داریم، تهش ختم میشه به نیم اسپیس ها، ولی خب حالا فعلا نرسیدیم بهش که ببینیم نیم اسپیس ها چجوری دارن کار میکنن. سری تکنولوژی دیگه هم هستش که من خودم مثلا رانوی رو من حالا باش کار نکردم، ندیدمشم، ولی اینجا هست. یا سری تکنولوژی ها اینجا داریم واسه بیلد کردن ایمیج ها رو که شما مثلا چی بود اسمش الان یادم رفت، ولی شما رو بی نیاز میکنه از اینکه دیمن داکر واقعا اونجا داشته باشید واسه بیلد کردن ایمیج ها اینا، که دوباره اینا همشون برمیگرده به اون اوپن کانتینر رول هایی که قرار دادن، OCI هایی که قرار دادن که اینا بتونن با هم دیگه کار کنن، ایمپلمنتش های مختلفی ازش داشته باشیم. مرسی علی جان. مخلصیم. ولی من یه توضیح می‌خواستم خودم آخرش بدم. بچه‌ها این قسمتی که کیوبلت نوشته شما میتونید توی کوبرنتیز انتخاب کنید از کدوم CRI استفاده کنید. هم کانتینر دی میتونه، هم مستقیم میتونه CRI استفاده کنه. حقیقتش بچه‌ها یه توضیحاتی مهدی در مورد منتورشیپ داد. دقیقاً این یکی از همون ایمپلیمنتیشن منتورشیپه. من با مهدی یه سری موقع صحبت می‌کردم سر اینکه چرا ما این تفاوت‌ها رو داریم و خروجیش یه همچین مدل لایه‌ای شد که خب مهدی رفت با این مدل دیگه سمت خودش یه سری جای ارائه داد، پخته ترش کرد و بعدا خیلی جا استفادهش کرد و یه مدلش تو ذهن من اومد که حالا منم یه مقاله‌ای دادم دربارش و اینا، ولی ایده منتورشیپ کسی اینا رو بهمون یاد نداده بود. ما با هم نشستیم یه نیازی رو حس کردیم، بعد تفاوت‌هایی دیده بودیم، تو صحبتامون حس کردیم که تفاوتایی می‌بینیم و در مجموع خروجیش این شده بود. من حقیقت اینجا خب مهدی منتورم بود، یعنی یه سری موقع مثلا با مهدی صحبت می‌کردم، مهدی میگفتم مثلا مهدی گفت علی کوبرنتیز این همچین اتفاقی افتاده واسش، پشت داره همچین اتفاقی میفته. من گفتم خب چرا، این گفت چرا، به جای سوالای هم دیگه پاسخ دادیم تا آخر دید به همچین چیزی شد. این حالا جدا از همه موضوعات یه لحظه از موضوع خارج بشیم، این دقیقاً خود خروجی یه منتورشیپی که بدونیم که خودمون بدونیم منتور بودیم و منتور کردیم هم دیگه رو پیش بردیم. اوکی مهدی دیدم نگه خواستم حالا یکی از بچه‌ها سوال داره. مرسی علی، خیلی عکس باحالی. من در خدمتتونم. مجید جان بفرمایید. مهدی جان یه مقایسه بین داکر و پادمان انجام میدی که حالا پادمان به اصل اینکه لایت ویتر و ایجنتلس و همینطور که توی پروداکشن اصلا استفاده میکنید یا نه؟ حتما. ببین یه سری چیزا اومد، خب پادمان عوضش کرد. اصلی ترین چیزش همین مثلا دیمنلس بودنشه. خب ما واسه اینکه بخوایم بیایم داکر، البته داکر هم اومده یه چیزی ارائه داده که بخواد این دیمنلسش بکنه ولی هنوز پخته نیست. ولی داستان چی بود؟ شما وقتی میخواید داکر بیت بزنید، خب حتما باید داکر رو سیستمتون رانینگ باشه، یعنی انجین داکر رو سیستم رانینگ باشه. اگه نباشه نمیتونید ایمیج بیلد کنید. یعنی اون
بیلدری که داره استفاده میکنه، ببخشید من هنوز سرماخوردگیم از 2 هفته قبل خوب نشه، معذرت، اون انجین رو نیاز داره واسه اینکه بیاد داکر ایمیج رو بیلد بکنه. خب پادمن اومد مثلا اینو یکم عوض کرد، گفت آقا من هیچی نمیخوام رانینگ باشه، من یه ابزاری میام باهاش ایمیجامو بیلد میکنم که اصلا آفلاینه، یعنی لازم نیست شما یه ایمیج دیمین کانتینر ران تایم مثل داکر انجین داشته باشین اونجا که باهاش کار بکنم صحبت کنم، میام به صورت اینکه اصلا نیاز نباشه، اصلا روت به اصطلاح یه اصطلاح دیگه هم دارم بهش میگن روتلس. چرا؟ چون داکر بیلده اگه می‌خواست زده بشه باید دسترسی می‌داشت به داکر دیمنه، دسترسی روت می‌خواست یا ساکت داکر رو می‌خواست بهش پاس بدی. خب ولی تو پادمن اومد این مشکل رو حل کرد با این روش. خب حالا پادمن من کمتر دیدم که مستقیما خودش رو پروداکشن استفاده بشه. چرا؟ چون مثلا ما داکر چیزو داریم، داکر کامپوزو داریم، خب که جزوی از همون تکنولوژی‌های داکر، کل اون انجین داکر. خب این هنوز آلترناتیو در حدی که بخواد تهدیدش بکنه نیست، یعنی خودش خیلی کامل تکمیل داره کار میکنه، خیلی جا رو پروداکشن هم کار میکنه داکر. به خاطر همین هنوز خیلی از همون داکر و همون ابزارهاش اگه بخوام به صورت داکری یه چیز رو بالا بیارن استفاده میکنن، کمتر از پاد. مگر مثلا جاهایی که مثلا رد هت لینوکس استفاده میکنن و اینا، که اون جاها دیگه مثلا به صورت دیفالت نصب روش کلا رد هت بیست ها، کلا تکنولوژی که از رد هت میان با پادمن و اینا بیشتر کار میکنه. ولی نه، من خودم تو پروداکشن تا حالا از پادمن استفاده نکردم، فقط آرندی خودم استفاده کردم و فرق اساسیش اون ایمپلمنتیشنیه که اینا اومدن از اون OS های انجام دادن که ایمیج‌هاش رو ذخیره کنم، دیگه نیاز نداشته باشم دیمن داکر داشته باشم از اینجور چیزا. ولی در حالت کلی فقط فرقشون اینه. منم یه چیزایی اضافه کنم. من چیزا حقیقتش کانتینرها، حالا اگر تا اونجا برسیم و بتونیم این حقیقت اینتراکشن داشته باشیم، کانتینر ساختن توی OS کار خیلی عجیبی نیست. چون موقعی که کانتینر رو میسازید اتفاق خیلی خاصی نمیفته، فقط اصلا اون روز اول دعوا سر کانتینرها، حالا مهدی شاید اینا رو نگفته و شاید اصلا تو پروژه بود، دعوای سر سی گروپ ها و اینا داشت که الان مهدی خیلی کامل میتونه واسهتون توضیح بده، ولی شاید مثلا تو تمرین اینا بذاره، یا یه دعوای سر آیزولیشن لول بوده، یعنی اینکه ما تو چت آیزولیت کنیم. حالا من یه بیگ پیکچر بهت بدم، مثلا جی ویزوره که سند باکسی مهدی گفت، این دلیلی که یکیش سند باکس یکی نیست دقیقاً سر همونه، یعنی اینا سر اون آیزولیشن لول خیلی شرکت با هم داستان داشتن که بیشتر کانسرن سکیوریتیه، یعنی کانسرن سر تروپوت عمل کرد و اینا خیلی نیست. هر کدوم اومدن یه سری راه حل هایی دادن. پادمن یکی از اون راه حل هاست. پادمن گفت مثلا من بیام تو اون لایه زیرین رانسی رو بگیرم سند باکسی کنم، مثلا بیام اون دیمن روتی رو همونجوری که مهدی گفت بیام مثلا تو روت خارجش کنم که دیمن لس بشه اون وقتی که مثلا یه حالت روت نداشته باشه. اونم به خاطر معماری‌های جزئیش و اینا بوده. کاربردش تو پروداکشن تو ایران من تا حالا ندیدم همونجوری که مهدی گفت، ولی یه سری پروژه‌های جدید اگه مثلا بری سمتش می‌بینید داره از پادمن استفاده می‌کنن، اونم میشه کانسن سکیوریتیه. چون کانسن سکیوریتی یه مقدار شاید هنوز مثلا ترند نشده و اینا، ولی اونم یه سری ایمپلمنتیشن متدایی داره که مثلا بدونی تفاوت آرکیتکچری چی و چرا رفتن سمتش، فکر کنم فعلا کفایت می‌کنه، ولی تا حالا منم ندیدم چیز جای استفاده بشه. مرسی. ما جان نه نیاز به انجین نداره، پادمن نیاز به انجین نداره. بعد ما چون رفتیم سراغ ارکستریشن ها، ما منظورم کلا جامعه، رفتیم سراغ ارکستریشن ها مثل کوبرنتیز اینا، این ترانسپرنت شده این لایه پایینی به خاطر همون زیارایی که گفتم خدمت. سر همین ماجرا زیاد دیگه چیز نمی‌کنیم باشون، زیاد دیگه درگیرشون نیست. حالا این مقدمه بود واسه اون بحث تاپیک دومی که قرار واردش بشیم. ما هفته بعد با ارائه‌های شما در خدمتتون هستیم. بچه‌ها ارائه‌هاتون رو قشنگ کامل، مثلا یه چیزی باشه که حداقل 40 دقیقه درباره‌اش صحبت بکنیم، یعنی بیشتر دیپ بشید توش لطفاً. و ما هفته دیگه با ارائه شما در خدمتتون هستیم. هفته بعدش هم دوباره ارائه شما رو داریم. هفته بعد از اون دوباره برمیگردیم به بحث ویچوالیزیشن و کانتینر و اینجور چیزها.
بچه یه چیزی هم من آخر اضافه کنم اینجاست که اوکی بچه ته حالت گروه، یعنی ایدئالش اینجاست که یه گروه با هم کار کنه، بتونه یه خروجی خیلی عالی بده که ما هم کیف کنیم و بچه هم کیف کنن و اینا. ولی کفش هم اینجاست که گروه تا حدودی اسکوپش تعیین شده با اون پروژه. اگه شما حالت درستش اینجاست که خودتون بتونید اون موضوع رو خوب یاد بگیرید، حالا با گروه خیلی بهتره، ولی اگه نتونستین خود شخصتون باید این موضوع رو پیش ببره و یاد بگیره. و ایده اینجاست که اگه گروه نتونستین به هر دلیلی سینک بشین، حداقل تو ساعت فردی باید بتونید توضیحاتتون کانتکست و کانسپت داشته باشین که در خلاصه بقیه دوستان بدین. حالا اگر دیدین خیلی گروه داینامیکش درست پیش نمیره، خودتون بخونید تو گروه، شیر کنید، نظر بچه‌ها رو بخواید، ایده خودتون رو مطرح تر کنید، قوی تر کنید و اون چیزی که حقیقتش وزارت منتورشیپ. ولی خب ایده درست مطمئنا اینجاست که شما توی محیط درست باید بتونید با تیم کار کنید و تیم هم اینو باید درک کنه که این شکلیه. ولی حتما اینجوری نباید باشه که اگر تیم باتون همکاری نکرد بدون هیچ آورده‌ای باشید و حداقل علم اون موضوع نداشته باشید. تهش از نظر بقیه استفاده کنید، ولی یه ایده همچین چیزیه که شما باید رو اون موضوع حداقل مسلط باشید. مرسی. دمتون گرم بچه‌ها. اگه سوالی ندارید که خسته نباشید.